پارلمان تاجیکستان با قبول تغییر و الهه‌ها به قانون درباره مبارزه بر ضد تروریسم، قطع ارتباط تلفنی و اینترنت در روزهای برگزاری عملیات ضد تروریستی را رسمی کرد. قبول لایحه قانون پیشنهاد شده امکان می‌دهد که این بعد در جمهوری تاجیکستان تا به انجام رساندن عملیات ضد تروریستی در منطقه گذراندن آن فضای اطلاعاتی قانونی کشور و یا منطقه‌های جداگانه آن قرار نگیرد. ولی مسئولان شرکت‌های موبیلی میگویند که قبلا هم هنگام ادامه عملیات‌های ضد تروریستی علاقه موبیلی محدود میشد، اما در این باره قانون وجود نداشت و شرکت‌های موبیلی پیش سهامداران و سرمایه‌گذاران در شهر دادن وضعیت مشکلی می‌کشیدند. اما چون قانون در این باره قبول شد، این نکته حتما اجرا خواهد شد. شرکت‌های موبیلی و اینترنت رسان همیشه قانون‌ها را رعایت می‌کنند. شاید در جای درآمد شرکت‌های موبیلی کمتر شود، اما همه ما می‌فهمیم که این به امنیت کشور دخل دارد. امنیت باشد از همه مهم است، زیرا امنیت کشور این امنیت خانواده‌های ماست. در روزهای عملیات ضد گروه عبدالحلیم نظرزاده در دره رامید در سپتامبر سال جاری نیز ارسال پیامک‌ها از طریق تلفن‌های موبیل موقتا منع شد و در آن روزها دسترسی به چندین سامانه خبری و شبکه‌های اجتماعی محدود شده بود که با انتقادهای پیوسته سازمان‌های بین‌المللی حامی آزادی بیان روبرو می‌شد.